سلام، من نگین هستم و این اولین ویدیوی من تو کانالمه. 2 سال پیش هیچ تجربه‌ای در زمینه رسیدن به اهدافم نداشتم. اما حالا میخوام باهاتون تجربیات واقعی خودم رو به اشتراک بذارم، چیزایی که تونستم تو 2 سال بهش برسم. مثل موتور، دوچرخه‌ام که همیشه دوست داشتم بهش برسم و بهترین گوشی 1404 یعنی S25 اولترا که تونستم تهیهش کنم. خیلی‌ها هدف دارن اما کمتر کسی واقعا میتونه بهش برسه. دلیلش هم خیلی ساده است. بیشتر ما نمیدونیم چجوری قدم رو درست برداریم. ولی من توی این مسیر چند تا نکته رو یاد گرفتم که میتونیم ازش استفاده بکنیم و با همدیگه به هدفمون برسیم. اولیش این که هدف مشخص و واضح داشته باشین. یعنی هدف کلی مثل میخوام موفق بشم کافی نیست. باید دقیق بنویسی چی میخوای، کی میخوای بهش برسی، چه منابعی برای رسیدن بهش نیاز داری. دومیش این که قدم‌های کوچیک ولی پیوسته برداری. مثلا کارهای بزرگ همیشه از قدم‌های کوچیک شروع میشن دیگه. من روزی 20 دقیقه روی هدفام وقت میذارم ولی منظم و پیوسته. سومیش اولویت بندی کردن و حذف اضافاته. یعنی تمرکز دو بذار روی کارهایی که باعث میشه سریع پیشرفت کنی. مثلا اول روی پسندازت باید تمرکز کنی که بتونی پسنداز بکنی که به اون چیزی که میخوای برسی. کارهای اضافی که پسندازتو کم میکنن و بذار کنار. چهارمیش اینه که یادگیری و تطبیق سریع بدی. یعنی هر مرحله‌ای که طی می‌کنی برات بالطبع یه تجربه است و هر اشتباهی که می‌کنی سریع یاد بگیری و روش خودت رو اصلاح بکنی. پنجمیش اینه که یادداشت بکنی حتی پیشرفت‌های کوچیک تو. ببین درسته که پیشرفت کوچیکی بوده ولی بازم بهت انگیزه میده که بتونی مسیرت رو ادامه بدی. حالا این روش رو میتونی یا توی اپلیکیشن های خاصی انجام بدی یا روی کاغذ بنویسی. حالا نوبت تو، اگه میخوای تو هم به هدفات برسی همین الان هدفتو مشخص کن. کوچکترین قدمتو بردار و اگه دوست داری مسیر پیشرفت و تجربه منو دنبال کنی کانال منو سابسکرایب کن و کامنت بذار. بگو اولین هدفی که میخوای بهش برسی چیه و روش ها رو برات توی کلیپ های بعدی میذارم که با هم پیشرفت کنیم. و بعداً برام بنویس در عرض چقدر وقت به هدفت رسیدی. خیلی دوستتون دارم.